آقا سلام، من محمد محسن اینجا کانال ماهیگیمره. امروز اومدیم با یک ویدیوی فتوشاپ و اینکه چطوری تامنیل بزنیم. یه تامنیل خیلی راحت و ساده، مثلا در 5 دقیقه 10 دقیقه جمع میشه. فقط قبل از بریم سراغ ویدیو و فتوشاپ و تامنیل، لایک و کامنت رو کردن یادتون نره. حتما جون کانال تلگرام ما بشین که توی دیسکریپشن میذارم و یه سری متنم هست که ویرایشش کردم، دستکاریش کردم، حالا از یه سری هم کمک گرفتم، اونو توی تلگرام میذارم که برین از اون متنش استفاده کنین که خیلی هم قشنگه. میتونین تو تامنیلاتون استفاده کنین و توی تامنیل های بیشتر یوتیوبرها هم هستش. اینا فایلش رو توی تلگرام میذارم، حتما برین و جوین بشین که یه سری اخبارای دیگه هم براتون میذارم. همین بریم سراغ فتوشاپ که یاد بگیریم در حد مختصر تامنیلی. وارد فتوشاپ که بشیم، اینجا من خودم یه سری با کمک بقیه اومدم اینا رو ساختم. حالا خیلی کمک گرفتم از بقیه، اومدم اینا رو ساختم، تو تلگرام میذارم، برین حتما ببینین و ازش استفاده کنین. حالا من مثلا میخوایم همین ویدیویی که الان دارم میگیرم و تامنیلش رو بزنم. روی نیو میزنین، اینجا روی ریسنت سیو داره، فوتو داره، پرینت داره و شما هر ابعادی بخواین اینجا میتونین وارد بکنین. اینجا اسمش رو میتونین تغییر بدین، اینجا طول و عرضش و اینکه پیکسل باشه، اینچ باشه، یعنی بر حسب پیکسل باشه، اینچ باشه. رزولوشنش رو میتونین تنظیم بکنین. دوباره چیزای دیگه RGB کالر و اینا رو میتونین تنظیم بکنین که اونا رو فعلا کاری باش نداریم. برای فتوشاپ یوتیوب و آپارات و اینا شما گزینه HDTV 1080p رو میزنین که 1920 در 1080 پیکسل و 72 رزولوشنش، اینو میزنین و همچین عکسی براتون بالا میاد. من مثلا میرم یک چیزی رو بیارم اینجا توی تامنیلا که نه، توی فوتیج پیکچر. ببین اینجا من مثلا یه همچین عکسی دارم، اینو میذارمش اینجا، بزرگش میکنم، حالا یکم از کادر زد بیرون، اشکال نداره. این هم شد صفحه اصلی این تامنیلمون. میایم اینجا، من خودم از این دوتا پایینی ها بیشتر استفاده میکنم، ولی اگه خواستین از این بالایی ها شما میتونید استفاده بکنید. من اینجا اولا که یه کنترل جی میزنم از اینا که چیزی بشه، کپی بشه. حالا یه کپیشو میارم اینجا، یکی از این کپی ها رو میارم اینجا. بعد میخوام تکستم رو اینجا بنویسم. مثلا نویسم که اینه آب خوردن، اینجا می نویسم تامنیل رو با این رنگی می نویسم و یه دونه بزن و یک علامت تعجبش اول بذاریم و یک بزن میذارم. حالا این رو میارم وسط تصویر، این وسط تصویره، اینو میارم گوشه این و این رو هم اینجا میارم که تامنیل رو یکم بهش از این چیزها میدم، از این کشش ها میدم. بزنش هم میارم دوباره اینجا با مثلا یه فاصله کمی، یعنی انقدرم کم. حالا این بزن و تامنیل رو با هم میذارم وسط، یکم هم میارم بالاتر، یکم هم میارمش اینورتر که اینور بتونیم یک شکلکی چیزی بذاریم که قشنگتر بشه تامنیلمون. فعلا اینطوری شده. حالا این آب خوردنش هم میگیرم، سلکت میکنم که دقیقا بیارم وسط تصویر و بزرگش میکنم. کنترل تیو میزنم و اینجا با آلت یکم بزرگترش میکنیم که کل تامنیلمون همینه. یه تامنیل خیلی راحتی هم هست. حالا یک ایموجی هم اینجا میاریم که ایموجی رو چیز کردم، ایموجی رو پکش رو دوباره میذارم اونجا. اینجا موبایل ایموجی میزنی، سامسونگ رو میزنی و اینجا میایین پایین که مثلا یک شکلکی ایموجی مربوط بهش پیدا بکنین. من اینو انتخاب کردم، شاید اونقدر مربوط نباشه ولی یکم بزرگش میکنم، میارمش اینجا، یکم
چپکیش میکنم. اینو چرا اینطوری کردم؟ یکم چپکیش میکنم، یکم دیگه بزرگش میکنم و یکم دیگه اینوری و اوکی رو میزنیم. حالا اینجا میایم میذاریمش زیر تامنیل و هم زیر تامنیل و هم زیر عینه. حالا ما تقریبا اگه من این تامنیل رو و بزن رو با هم بگیرم یکم بیارمشون بالاتر که این علامت تعجبه بچسبه به خوردن، اینجا خیلی بهتر میشه. حالا دلیلش هم بهتون میگم. دوباره کنترل تی میزنم، یکم کوچیکترش میکنم میارم بالاتر که روی اینو نگیره اونقدر. اوکی رو میزنم، یکم میارمش این ورتر و کل اینا رو انتخاب میکنیم، یکم بزرگش میکنیم و بیاریمشون وسط تصویر دقیقا. حالا یه بخش پایانی کلا داره که اگه خواستین شما میتونید خیلی چیزای دیگه هم به این تامنیل اضافه بکنید، ولی من اینجا میخوام یه کار پایانی بکنم و بهتون گفتم دیگه توی یه چند دقیقه بهتون یاد بدم. میام اینجا گزینه براش تول رو میزنیم، اینجا اوپاسیتی رو 100 میذاریم، فلو رو 100 میذاریم و روی یک چیزی میذاریم، روی یک حالت بزرگی میذاریم که اینو داشته باشه که ببینم از اینجا سایزش رو میتونیم کم و زیاد کنیم. مثلا من میذارم روی 100 و اینجا رنگش رو انتخاب میکنیم که نمیدونم چرا نمیشه. اینجا توی این منطقه اینا خوردن تامنیل بزنه رنگ میکنیم، حالا تا جایی که خودتون میخواین. مثلا تا اینجا رنگ میکنیم، تا این لبخند رنگ میکنیم، تا اینجا رنگ میکنیم تقریبا. این چیکار میکنیم؟ اینو میذاریم زیر کل اینا. یکم حالا بد شد، بذار من اینو حذف کنم، یه لایر اینجا اضافه کنم بین همین دوتا. حالا بین اینا میایم نقاشی کنیم که یکم دقیق تر هم بشه. اینجا خوردن تا اینجاها، اینجا دوباره بزن تا اینجاها میشه، یه همچین خطی میاریمش تا اینجا، دوباره تا مثلا خوردن، دوباره تا این و اینجا یکم بد شد و خیلیش پاک شد، اشکال نداره. دوباره میزنیم. ای بابا نباید رو نونه میره، چی گفتم؟ نباید رو نونه میره، رو نون نباید بره. تا این عکس لبخنده، لبخند که نیست، زبونش رو برده بیرون و اینجا مشیه میکنیم. حالا ریز کاری چیزی هم داره، اینجا میاد تا اینجا اینو ریز میکنیم، دوباره مثلا اینو تا اینجا و اینو مثلا میاد تا اینجا میزنیم و یه همچین چیزی میشه. تامنیلتون یه همچین چیزی میشه، یه همچین ریختی میشه که من نظر من خیلی باحال و جذابه، خیلی هم ساده است. حالا اگه مثلا دارین در مورد یه بازی یه چیزی تحقیق میکنین، یه عکسی در مورد اون بازی یا هر این چیزی میتونید بذارین. مثلا نمیدونم دارین بازی FC26 میگیرین، یه عکس از بازی FC26 میگیرین و این متن رو بعد یه جایی جایگذاری کنین که هم به چشم بیاد، هم قشنگ باشه و باحال باشه که بازدید خوبی بگیره. حالا چطوری سیوش میکنیم؟ فایل رو میزنیم، اکسپورت رو میزنیم، اکسپورت از. اینجا فرمتش رو میتونید انتخاب کنید PNG، JPG و گیف. کوالیتیش که از 1 تا 7 داره و اکسپورت رو میزنین و من مثلا یه جایی که میخوام، حالا اینجا تامنیلمو میزنم چی بزنیم که فتوشاپ 1. همین، این هم شد یک تامنیل جذاب و ساده. امیدوارم خوشتون اومده باشه و به درتون خورده باشه و تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.